دادستانی کل تاجیکستان با نشر یک اطلاعیه از بازداشت 4 نفر خبر داد که در انجام دادن جنایت کشتارها در شهر کانبادام متهم می‌شوند. بر پایه خبر دادستانی کل بازداشت شده ها 26 27 28 و 36 ساله بوده، همه‌شان ساکنان شهر کانبادام هستند. دادستانی کل میگوید فعالیت گروه فوری تفتیشاتی تحت نظارت بی‌واسطه رهبریت عالی کشور قرار داشته تفتیشات ادامه دارد. با این حال نظر بازداشت شده ها و نزدیکان و پیوندان آنها در رابطه با این قضیه معلوم نیست و دادستانی هم در مورد بازداشت تفصیلات بیشتر نداده است. خبر بازداشت متهمان در انجام کشتار خانواده ها در کانبادام از سوی دادستانی کل تاجیکستان در حال است که قبلا رسانه ها از حکم 2 نفر در رابطه با این کشتارها اطلاع داده بودند. گفته میشد دادگاه های کشور یکی از این متهمان را به حبس ابد محکوم کرده، دیگری را برای 20 سال روانه زندان کرده است. اما بعد این خبر هم جنایت ها تکرار شدند. روز 16 دکبر رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده درست بعد از یک روز کشتار اعضایان 2 خانواده به شهر کانبادام رفت. آن زمان وی گفته بود که برای آشکارسازی جنایت ها بهترین مفتشان و کارشناسان از تمام مقامات حفظ حقوق و ترتیبات سرجم آمدند. خبر کشتارها در کانبادام کیهاست به یک موضوع داغ رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. تنها از ماه مارس امسال تا کنون در مورد کشتار 7 عضو عائله که تقریباً 20 نفر بودند خبرها نشر شده است. میان کشته شده ها کودکان هم بودند. این همه سبب بلند شدن سر و صداهای گوناگون میان مردم شد. ساکنان چند دهه در کانبادام مجبور شدند که در و تیره‌های خانه‌هایشان را با پنجره‌های آهنین محکم کنند و حتی گروه‌های عبارت از ساکنان محلی تشکیل شد که شبانه کوچه‌ها را نگهبانی می‌کردند. هرچند دادستانی کل در اطلاعیه خود تنها با آوردن نام و نسب، سال تولد و محل زیست بازداشت شده ها اکتفا کرده است، در برخی صحیفه های شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها عکس های نشر شده است که گفته می شود عکس متهمان است. از جمله عکس صالح جان خدای بردیف را نشر کردند. رادیوی آزادی با تکیه به صفحه شخصی او می نویسد و یک ورزشگر و دارباز بوده در چاره‌بینی های سطح محلی جمعیتی به حیث یک دارباز هوسکار برآمد می‌کرده است. با این حال معلوم نیست که در این جنایت ها تنها همین 4 نفر گمان برند یا افراد دیگر نیز با آنها همدست هستند.